فکر میکنی شکلات همیشه خوراکی شیرین و خوشمزه بوده؟ نه عزیز، یه زمانی شکلات تلخ بود، اونم خیلی تلخ. حدود 3500 سال پیش مردم باستانی آمریکای مرکزی مثل مایاها یه نوشیدنی داغ و تلخ از دونه‌های کاکائو درست می‌کردن. اسمشو گذاشته بودن نوشیدنی خدایان. شکر اون موقع اصلا شکر وجود نداشت، فقط آب داغ، کاکائو و گاهی هم فلفل یا ادویه. برای آزتکا شکلات یه چیز معمولی نبود، فقط شاه‌ها، جنگجوها یا کاهن‌ها اجازه داشتن بخورنش. حتی با دونه‌های کاکائو معامله می‌کردن، مثل پول. مثلا با 100 دونه کاکائو میتونستی یه برده بخری. قرن 16 که اسپانیایی‌ها رسیدن، کاکائو رو به اروپا بردن. اونجا برای اولین بار بهش شکر اضافه شد و مردم عاشقش شدن، اما فقط اشراف‌زاده‌ها میتونستن بخورنش چون خیلی گرون بود. تا قرن 19 شکلات هنوز به شکل نوشیدنی بود، ولی وقتی انقلاب صنعتی شروع شد همه چی عوض شد. کارخونه‌ها اومدن و شکلات تبدیل شد به خوراکی جامد. اسمایی مثل کدبری، هرشی و لینت اومدن وسط و شکلات همه‌گیر شد. از نوشیدنی تلخ خدایان تا خوراکی شیرین توی کیف بچه‌ها، شکلات یه راه طولانی رو اومده. اگه دوست داری از این داستان‌های باحال و تاریخی بیشتر بشنوی، حتما بیا تو کست رو دنبال کن.